از رفتارهای عجیب و غریبشان شگفت زده می‌شوید. از غرق کردن قایق‌ها و تغذیه از جگر کوسه‌ها گرفته تا پرتاب کردن گرازماهی‌ها برای تفریح، از رفتارهایی هستند که نهنگ‌های قاتل تا به حال از خود به نمایش گذاشتند. این موجودات جذاب که مردم سراسر جهان را به خود مجذوب کرده‌اند، نه تنها شکارچیان رأس اقیانوس‌ها هستند، بلکه سطحی از هوش و پیچیدگی اجتماعی را دارند که با انسان‌ها رقابت می‌کنند. به خاطر اینکه به صورت گروهی شکار می‌کنند، به گرگ‌های دریا نیز معروف هستند. رنگ سیاه و سفیدشان آنها را بسیار متمایز کرده و مهارت‌های ارتباطی چشمگیری دارند که باعث شده مدت‌ها موضوع بحث و تحسین باشند. نهنگ‌های قاتل توانایی تقلید از یکدیگر را دارند و مهارت‌هایشان را از این راه یاد می‌گیرند. امروز می‌خواهیم با درک حقایق جدیدی در مورد نهنگ‌های قاتل به درک عمیق‌تری از این حیوانات باور نکردنی برسیم و نقش حیاتیشان را در اکوسیستم‌های دریایی بیشتر بشناسیم. چه از علاقه‌مندان به دریا باشید، چه در مورد شگفتی‌های دنیای طبیعی کنجکاو باشید، دنیای اورکاها یا نهنگ‌های قاتل قطعاً شگفت زده اتان می‌کند. پس تا انتهای این ویدیو با من همراه باشید تا با ویژگی‌ها و رفتارهای قابل توجهی که اورکاها را به چنین موجودات خارق‌العاده‌ای تبدیل کرده بیشتر آشنا شویم. نهنگ قاتل یا اورکا پستانداری دریایی است که به خانواده دلفین‌های اقیانوسی تعلق دارد و بزرگترین جاندار در میان دلفین‌سانان است. آنها در اقیانوس‌های سراسر جهان زندگی می‌کنند. از ویژگی‌های قابل توجهی که دارند این است که نهنگ‌های قاتل بسیار اجتماعی‌اند. بعضی دسته‌های آنها دارای خانواده‌های مادرنهاد هستند که پایدارترین خانواده‌های این چنینی در میان همه جانوران را تشکیل می‌دهند. روش‌های شکار پیچیده و صداهای تولیدیشان که اغلب منحصر به یک دسته هستند و نسل به نسل منتقل می‌شوند، به عنوان گونه‌ای از فرهنگ آنها شناخته می‌شوند. این نهنگ‌ها خطر جدی برای انسان‌ها حساب نمی‌شوند. نهنگ‌های قاتل به گونه مشخص دارای پشتی سیاه و سینه و پهلوهای سفید و بخش سفید دور تا دور چشم‌ها هستند. جثه بزرگ و قدرت نهنگ قاتل آنها را جزو پرسرعت‌ترین پستانداران دریایی قرار داده و می‌توانند با سرعتی بالاتر از 30 گره دریایی شنا کنند. دندان‌های نهنگ قاتل مخروطی شکل و محکم و به تعداد 10 الی 15 دندان در هر نیمفک هستند. این دندان‌ها یک اندازه هستند و تنها برای گرفتن طعمه و پاره کردن گوشت به کار می‌روند. غذایشان را نمی‌جوند، بلکه غذایشان را به صورت تکه تکه می‌بلعند. نهنگ‌های قاتل دارای توانایی دید خوب در درون و بیرون آب و شنوایی عالی و حس لامسه خوب هستند، ولی حس بویایی ندارند. آنها دارای توانایی‌های منحصر به فرد و پیچیده در پژواکیابی هستند، کاری که برای یافتن موقعیت خود نسبت به اشیای دیگر در محیط اطراف و نیز پیدا کردن طعمه‌ها با صداهای تپوار و گوش سپردن به پژواک آنها انجام می‌دهند. احتمالاً بزرگترین جمعیت نهنگ‌های قاتل را می‌توان در آب‌های اطراف قطب شمال یافت. با آب شدن تدریجی یخ‌های این نواحی، نهنگ‌های قاتل بیشتر و بیشتر به مناطق شمالی قطب رفت و آمد می‌کنند. یک نهنگ قاتل با جثه متوسط می‌تواند در روز نزدیک 227 کیلوگرم غذا بخورد. آنها گاهی اوقات به شکار کوسه و ماهی مرکب و لاک‌پشت‌های دریایی هم می‌پردازند. در یک نمونه از حمله نهنگ‌های قاتل به کوسه‌ها در ژوئن سال 1992 دو نهنگ قاتل با حمله به یک والکوسه عظیم 8 متری در آبهای کالیفرنیا آن را شکار کرده و خوردند. برای پیشگیری از زخمی شدن به دست طعمه‌ها، نهنگ‌های قاتل پیش از آنکه اقدام به کشتن و خوردن شکار کنند، آن را ناتوان می‌کنند. آنها این کار را با روش‌هایی چون پرتاب طعمه به آسمان
کوبیدن بر آن با دم سنگین خود یا فشار دادن و له کردن طعمه با انداختن خود روی آن در ساحل انجام می‌دهند. باید بگویم که هم نوخواری در میان این جانوران هم دیده می‌شود. نهنگ‌های قاتل دارای دومین مغز سنگین در میان پستانداران دریایی هستند. آنها را می‌توان در اسارت آموزش داد و اکثراً باهوش هستند. همانطور که گفتیم نهنگ‌های قاتل توانایی تقلید از همدیگر را دارند و مهارت‌هایشان را از این راه یاد می‌گیرند. بهره‌گیری این جانوران از منطق و منتقل کردن آموخته‌هایشان به نسل بعد به عنوان نوعی از فرهنگ شناخته شده. ساختار فرهنگ‌گونه پیچیده و مستحکم در رفتار و صدای تولید شده توسط نهنگ‌های قاتل هیچ همانندی در جهان بیرون جز در میان انسان‌ها ندارد و پژوهشگران پدیده نوع دوستی در جانوران را در رفتار نهنگ‌های قاتلی که به همدیگر کمک می‌کنند دیدند. آنها حتی حاضرند هنگامی که به کمک موجودی می‌روند سختی بکشند و خود را به زحمت بیاندازند. نهنگ‌های قاتل به حس شنواییشان بسیار بیشتر وابسته‌اند تا بینایی و همانند همه دیگر آببازان از تولید صدا برای جهتیابی و پیدا کردن طعمه و ارتباط با یکدیگر بهره میبرند. آنها سه نوع صدا ایجاد میکنند: تپ، سوت و صداهای پالس شده. کاربرد اصلی تپ‌ها برای موقعیت یابی و تشخیص طعمه یا هر شیئی در نزدیکی جانور است. با این حال این تپ‌ها در هنگامی که نهنگ‌ها در حال برقراری ارتباط اجتماعی بوده‌اند نیز شنیده شده. نهنگ‌های قاتل شکارچیان ماهری هستند. دیده شده که نهنگ قاتل با بیرون آوردن غذای درون معده‌اش و پخش آن در سطح آب مرغان دریایی را به محل کشانده و سپس یکی یکی آنها را شکار کرده. نهنگ‌های قاتل در گروه‌های دسته جمعی زندگی می‌کنند و مادر سالاری در بین آنها رواج دارد. مسن‌ترین ماده رهبر هر گروه آنها میباشد. این نهنگ‌ها در بین پستانداران به جز انسان طولانی ترین قابلیت باروری را دارند. ماده ها معمولاً بعد از سن 30 یا 40 سالگی دیگر باردار نمی‌شوند و معمولاً تا 90 سالگی هم عمر می‌کنند. خب ممنونم که این ویدیو رو تماشا کردید. لطفاً اگر نظری دارید برام کامنت کنید.